امید جهان، خواننده پر انرژی و محبوبی که همیشه صحنه رو به آتیش میکشید، حال دیگه بین ما نیست. شبی که همه منتظر یک کنسرت پرشور بودن، به کابوسی تلخ تبدیل شد. درست وسط اجرای زنده‌اش توی بم، امید جلوی چشم هزاران طرفدار سکته کرد و بعد از ساعتها تلاش پزشکا برای همیشه رفت. این خبر مثل بمب ترکید. هم جامعه موسیقی ایران رو تکون داد، هم دل مردم عادی رو شکست. توی این ویدیو میخوایم خیلی رک و بی‌پرده بریم سراغ جزئیات این تراژدی، زندگی و عشق عجیب امید به صحنه، استرس و فشار کاری هنرمندا و واکنش‌های جنجالی که بعد از این اتفاق به پا شد. آماده باشید چون قراره همه چیزو بشنوید. امید از همون بچگی با موسیقی بزرگ شد. پسر یکی از خواننده‌های معروف ایران بود و همیشه تو دل آهنگا زندگی می‌کرد. به محض اینکه پا به صحنه گذاشت، همه فهمیدن با یه ستاره جدید طرفن. صدای گرم، انرژی ترکوننده و اون ارتباط صمیمی با مردم باعث شد خیلی زود محبوب بشه. برای امید صحنه فقط یه کار نبود، همه زندگیش بود. خودش همیشه میگفت اجرا کردن برای من نفس کشیدنه. همین عشق بود که حتی توی آخرین شب زندگیش هم تو چشماش برق میزد. اون شب سالن بم پر بود. همه با شور و ذوق اومده بودن. طرفدارا با آهنگاش میرقصیدن و میخوندن. امید هم طبق معمول صحنه رو منفجر کرده بود. ولی درست وسط این اوج هیجان همه چیز یهو خراب شد. امید بعد از اجرای یکی از آهنگا یه دفعه حالش بد شد. زمین افتاد. سالن رفت تو سکوت. همه مات و مبهوت. سریع تیم پزشکی اومد و بردنش بیمارستان. ولی خبرهای بعدی بدتر از بد بود. امید بیهوش شد. ضربان قلبش افت کرد. دکترها دوباره احیا کردن اما دیگه برنگشت. پایان ماجرا تلختر از چیزی بود که کسی فکرشو میکرد. ایشون متاسفانه دچار ایست قلبی تنفسی شدن که از همون قسمت کنسرت سریعا توسط تیم پزشکی مراحل احیای قلبی تنفسی آغاز شد. به بیمارستان پاسدار انتقال داده شد و در اینجا توسط همکاران و کادر درمان مراحل احیای بیمار ادامه دار بود و همکاران قلب داخلی، مغز و اعصاب و فوق ICU حضور پیدا کردند. اقدامات جهت احیا صورت گرفت. نزدیکای امید میگن قبلا دکترها بهش هشدار داده بودن باید استرس رو کم کنی، مراقب قلبت باشی، اما اون اصلا نمیتونه صحنه رو ول کنه. براش صحنه همه چیز بود. خوانندگی و اجرای زنده تو سطح حرفه‌ای فقط نور و شادی نیست. استرس، فشار کار، مسئولیت جلوی هوادارا، اینا میتونه هر لحظه جون آدمو بگیره و برای امید همین شد. عشقش به صحنه جونشو گرفت. این بخش ماجرا اشک هر کسی رو در میاره. چون پدر امید هم همین جوری رفت. سال 96 درست وسط اجرا سکته کرد و جلوی چشم مردم جون داد. حالا پسرش هم دقیقاً همون سرنوشت رو تجربه کرد. هر دو عاشق صحنه بودن، هر دو روی صحنه زندگی کردن و روی همون صحنه خداحافظی کردن. یه سرنوشت عجیب و غم‌انگیز. خبر فوت امید مثل برق و باد همه جا پیچید. اینستاگرام، تلگرام، همه جا پر از تسلیت و ناباوری شد. هنرمندا، موزیسینا، مردم عادی همه شوکه بودن. امید یادم نمیره مهربونی، امید یادم نمیره هم زبونی، امید وقتی که رفتی ما شکستی،
امید هممون رو آتیش زد، هممون رو سوزوند، اصلا کسی فکرش رو نمی‌کرد. هیچکی. من مطمئنم تک تک شماها از لحظه‌ای که شنیدید شوکه هستید. من دفترتون نمیدونم آقا سید آتیش بزن. تسلیت میگم تمام ایران، به تمام جامعه هنری و فنی. ویدئوی آخرین اجرای امید هم وایرال شد. همون لحظه هایی که با عشق و انرژی جلوی مردم خوند و چند دقیقه بعد برای همیشه رفت. همین ویدئو دل همه رو لرزوند. این اتفاق یه بار دیگه نشون داد سلامت جسم و روان هنرمندا چقدر مهمه. خیلی وقتا فکر میکردیم هنرمندا فقط میخونن و میرقصونن، اما کسی نمیبینه چه فشاری رو تحمل میکنن. برگزار کننده ها و مدیرای برنامه باید شرایطی بسازن که هنرمندا تو آرامش کار کنن. وجود تیم پزشکی و امکانات اورژانسی تو کنسرت‌ها یه الزام جدیه، نه گزینه اختیاری. امید با آهنگا و اجراهاش کلی خاطره ساخت. صداش هنوزم تو گوش طرفداراش میپیچه. اون فقط یه خواننده نبود، یه نماد عشق به مردم و موسیقی بود. حتی بعد از رفتنش، آثار و انرژیش الهام بخش نسل‌های بعدیه. اون شب که همه فکر می‌کردن قرار پر از شادی باشه، به یکی از تلخ‌ترین شب‌های موسیقی ایران تبدیل شد. امید جهان درست وسط اوج انرژی و عشقش به صحنه دنیا رو ترک کرد. یه تراژدی واقعی که هنوزم باور کردنش سخته. حالا نوبت شماست. شما بگید. به نظرتون هنرمندا چطور میتونن از این فشار و استرس مرگبار دور بمونن؟ نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید. لایک یادتون نره، با دوستاتون شیر کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید، چون تو ویدیوهای بعدی قراره ناگفته‌های داغ‌تری از دنیای موسیقی ایران رو براتون بیاریم. روح امید جهان شاد، یادش همیشه زنده.